آیا یاسمین دولتوا همسر تشریف خلیلوف و دختر مینیژه دولتوا است؟ حقیقت یا شایعه؟ سلام دوستان و همراهان عزیز. تا پایان این ویدیو با ما باشید زیرا تمام حقایق درباره یاسمین دولتوا را برای شما خواهیم گفت. اگر محتوای ما را دوست داشتید فراموش نکنید که کانال ما را سابسکرایب کنید. یاسمین دولتوا، ستاره‌ای درخشان در موسیقی تاجیکستان. یاسمین دولتوا یکی از چهره‌های مطرح در دنیای موسیقی تاجیکستان است. این هنرمند با صدای دلنشین و جذابیت خاص خود توانست با ترانه کبوتر در دل هواداران جا باز کند. این آهنگ در مدت کوتاهی به یک هیئت بزرگ تبدیل شد و نام یاسمین را در فهرست خوانندگان محبوب تاجیکستان قرار داد. حواشی و شایعات پیرامون زندگی خصوصی یاسمین. همانطور که شهرت بیشتر می شود، شایعات نیز افزایش می یابد. درباره یاسمین نیز حرف و حدیث‌های زیادی مطرح شده است. برخی معتقدند که او دختر هنرمند معروف تاجیک مینیژه دولتوا است، در حالی که برخی دیگر ادعا می کنند که او همسر مخفی کمدین سرشناس تاجیک تشریف خلیلوف است. به تازگی یک روزنامه مشهور تاجیکستانی به نام آیله مدعی شده که یاسمین دولتوا ازدواج پنهانی داشته است. چندی پیش هنگام مرور یوتیوب به ویدیویی با عنوان آیا یاسمین و تشریف ازدواج کردند؟ از شایعه تا واقعیت به رسیده برخوردم که در کانال شو ستاره ها منتشر شده بود. در این ویدیو گفته شد که این دو هنرمند چندین بار در مکانهای عمومی دست در دست دیده شدند. بابای تشریف بستم دل و نگاهم. برای بررسی حقیقت با تشریف خلیلوف تماس گرفته شد، اما او تلفنش را پاسخ نداد. همچنین پیام‌هایی به صفحه اینستاگرام یاسمین ارسال شد، اما با وجود مشاهده شدن پیام‌ها پاسخی دریافت نشد.